این قطعه کیلومتری 168 شاهراه دوشنبه کلاب خروخ از حدود ناحیه وسه می‌گذرد. حالت نگهداری را در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه وسه گذاشته شده است. کارمندان مؤسسه مذکور به تعمیر و نوسازی انشاءات یارگسانی را علامت‌ها و ایستگاه‌ها شروع نمودند. کیلومتر 131 تا 173 شاهراه از ناحیه وسه گذشته مسافت 42 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. انشاءات یارگسان این قطعه شاهراه 150 عدد علامت‌ها و 11 عدد همین گونه ایستگاه‌ها می‌باشند که به تعمیر و نوسازی نیاز داشتند. در موضع مؤسسه 175 کیلومتر راه موجود می‌باشد که از این شماره 60 کیلومتر راه‌های جمهوری، 42 کیلومتر راه‌های بین‌المللی و 66 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته می‌باشد. مؤسسه در دوران سال 2021 زیاده از 70 کیلومتر راه را از تعمیر جاری برآورد و در آینده مؤسسه نقشه دارد که زیاده از 10 کیلومتر راه را از تعمیر جاری و کپیتالی برآورد. کارهای آبادانی و کبودزارکنی شفت شاهراه در دیگر قطعه‌های ادامه دارند. در این سمت طریق اشر کارمندان دیگر مؤسسه‌ها به راهسازان کمک رسانیده ایستادند. در دوره کارهای آبادانی بخشیده به نوروز در سن حولی مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه گل‌های صدبرگ و لاله شنانیده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.